وقتی که همسرش خروج می‌کرد و پیاز رو ریزه می‌کرد اما تنها همین در همین مورد بود یا شده بود دخالت‌های نه راستی همیشه خیلی کم میشه وقتی که خیلی دیر میشه و از اونش ناراحت میشه لیکن من راستی که آخرین باری که گریه کردم یاد دارم در یک جنازه اما کم بود یک 2 ماه پیش و اونجا نتونستم که اشکال خود رو داشتم و راستی که گریه کردم. وارد شما من یک چیز رو آرزو کردنی هستم من که اگر که اشک باشد بگذار اشک از شدی. از رقم 9133 زنگ میزنه. سلام علیکم روز بخیر. به حرف مهمونان شما خوش آمدید میگم. علیکم السلام زنده باشید برادر عزیز. سلامت باشید. اگر صدرین با شما هم که سوال دارم که در توریستان در همین وطن ها هستین یا نیستین؟ تشکر برادر عزیز. فعلا با این سوال جواب دادن 100% نمیتونم و همین چیز رو گفتم میتونم که یک سفر هنری دیگر در پیش است و اون هم بعد از این کنسرت نوروزی ما انشالله تاریخ‌هایش معین میشوند و باز در رابط چی میگن در شما بوم خبردار حتما میکنیم که هستیم یا نه و در سامانه‌های اینترنتی هم یعنی تبلیغات ما پخش میشه و از اونجا خبر یافته میشه که ما در تاجیکستان هستیم یا نیستیم لیکن من فکر میکنم که یک 2 ماه آینده در سفر بخواهیم بود انشالله. و من یک سوال دیگر در بین چگونه استراحت میکنه صدرین نشون در وطن در کجا؟ راستی وقتی استراحت خیلی کم پیدا میشود و هر وقتی که اگر هم باشد کوشش میکنیم که در احاطه اهل عائله باشیم و با نزدیکان با پدر و مادر با فرزندان و اینچنین با دوستان جمع می‌بینیم و مخصوصا اگر با هنرمندان همکارای خود اگر ما جمع شیم یا که با بازی فوتبال مشغول میشیم یا که میشینیم پلی استیشن بازی می‌کنیم. در پلی استیشن هم نیست فوتبال. بله دیگر چیز دیگه. ما می‌دونیم که صدرین نجمیدی نواکه فوتبالیستی نامدار شدن در تاجیکستان برای یک گروه مخصوصی شو بیزنس است در اونجا هم سرانده یک جو فوتبال بازی میکنند و نه در واقع یک شغل خوب است با خالی که رسول میگن خوبی خوب است. سلام علیکم روز بخیر. سلام علیکم روزتان بخیر. روزی شما نیز بخیر باشد. خود رو معرفی میکرده؟ نام من نیگوره گوش داره. خواستم مهمانان عزیز را خوش آمدید گویم. تشکر نیگوره جان. رکای صدرالدین رفیق غذا. جهان سپاسگزار عزیز. من مخلص اشدی شما هستم. زنده باشید. بخصوص همون شعری که هر دو تا خواندید به نهایت شعری خیلی خوب است. خیلی خوب سرایید. تشکر. و اکای صدرالدین یک سوال داشتم. مرحبا. در هر دوی شما سوال داشتم که امین تحت مفهوم عشق محبت چی را میفهمید و پیش از همه میخواستم که مادر سودان فیروز بیستون زودروز دارد اون کس رو شما تبلیغ میکردید اون کس بیست شما هستم. تشکر. اگر امکان میداشتید همین دو بیلیت میدادید اوپا مبارک شد. عموما کульминация همه سخن‌ها با یک چیز اومده میرسد فقط نه چون که همین شرایط کمتر و از این از همین سبب خودم که پدر ندارم از این سبب میخواستم که با مادرم یک توفیق خوب اکک شود خوشحال میشدم کمتر بیمار بودم اون کس. نامتون و نسبتون رو یک بار دیگر تکرار کنید. نیگوره. نیگوره ما حتما برای شما دو چیپتا آماده میکنیم میتونید که گیرید. صدرالدین خودش نمیداند که دو چیپتا هست. بله من میدونم که شما همیشه هم فکری من هستید. یک خواهش دیگه داشتم همین سرودی جانی من قربانی را میمونده با مادرم یک رقص میکرده. چشم. حتما ما تشکر زیاد میکنم. مادر عزیزم تبریک میکنیم با زادروزشون بگذار که همیشه خیلی که در این بهار زادروز جشن میگیرن باز صدها زادروز دیگر را در کنار عائله جشن میگیرن انشالله. تشکر. رحمان سلام و من این چیپتا رو از کجا گرفتم میکنم؟ یک نفهمیدم. چیپتا رو از رادیو رادیو ایزا پلوس ما این چیز راست میشیم شما رو بگو نصیب کرده باشد با رادیو ایزا پلوس میتونید بیاید و این همچون ارمغان از نامی سرانده خوشاوز با روزی مادرتان که زادروزشون هست. تشکر زیاد زنده باشد اصلا بیمون نشوید. سلامت باشید. خب ایش بگو دیگه خود عشق میشن. ما فکر کنی سوال صدرالدین بهتر جواب داده میتونه. چرا؟ در مورد عشق زیادتر میفهمی. یک بار برابر جواب دید. عموما عشق من فکر میکنم که زندگی کلان از
یعنی هوای عشق عبارت از اون نفری که اگر عشق در وجودش نباشد فکر میکنم که انسان سالم نیست و عشق اولا فکر میکنم از عشق خداوند سر میشود باید عاشق خداوند باشی اگر عاشق خداوند باشی یعنی زندگی را میفهمی این وجود و این هستی را احساس میکنی و عشقی یعنی عشقی باید پاک باشد همیشه و عشق یعنی زندگی میگن دل را نزد خود خواندم و گفتم ترک عشق ورزی کن گفت اگر عاشق نهی در زندگانی به دنیا آمدی یا نه چی دانی فکر میکنم خوب این با فکر من عشق یک مفهوم فلسفی است فلسفی هر است کی هر خیلی میفهمد بله برای این صدرالدین نجمیدی امروز متخصص ورزیده اوید با عشق شناسی و خود یازیر ترانه نوبتی ترانه واقعا من فکر میکنم که صدرالدین بعد از این ترانه نخوند دیگه بله ما یک ترانه داریم که کنکورنتی سختی شماست رقیب است واقعا رقیب است و نمیدونم رقیب بودن این سراینده ترانه دشوار است نام گرفته است реклама Вау! Это что за красотка? سلام از بینندگان آینه این ما در رادیو از پیش قرار داریم و در خدمت شما باقیزا جان شف صورت گرفتی اگر همینجا جمعکو این خیلی رخصتوش داده سرازو اون طرف رفتن همین زمین جمیدگی سخت شما همجا بده نه اینجای کار بده پنجم تشدیدش در که اینجا کاروسلش ما یکمش در گفتم آفرین ما یه باز جمعکو اینه یکی نیز زمینی کسی باید سرخ شده ما پیرا کشتر سخت جدی ما پادوالda بودم پادوالda yanımın mecnundayım ما نمیدونم ما یکم از زمین جمی خیلی نترزده بودیم دیگه باید اول فقط خوب ببینیم زمین جمی خوب ben evde kaçıyorum kadar dedim ama duruma من گفتم kamerayı یکی گفتم چرا همه خیلی میمونه kamerada ama duruma atıştayım kasa çakırım dedim که cümlesine zapsız yapsa hava gerekten رفتم ما گفتم نه باید قش کامل دارم خمیشتی İşteyim ama قشتیم قش کامل o kamerayı monte işteyim گفتم یگان چی میشه اوزی ساب میشه زلزله؟ اوه ما کافی تو خوبی ما کافی نمیخورم